محصولات جذابی که توی این ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم همشون یه نکته مشترک دارن. بیاین ببینیم. سرم کافئین از برند اوردینری یکی از بهترین محصولات برای رفع تیرگی دور چشم. بنیانگذار این برند یه آقای ایرانی بودن به اسم علی روشن که متاسفانه فوت شده. فکر کنم همتون به ارادت من به این پودرای فشرده از برند کوسس آگاهین. صاحب این برند یه خانم ایرانی هستن به اسم شینا زاده. این دئودورانت ها از برند سالتنستون در حال حاضر یکی از بهترینا توی دنیاست. بله، صاحب این برندم آقای نیما جلالی هستن. این پرایمر، رژگونه و کانتور از برند میلک دیگه نیازی به تعریف ندارن. یکی از بنیانگذاران این برند آقای مزدک رئیسی هستند. این مژه‌های مصنوعی از برند لیلی لشز خودشون چسب دارن و خیلی طبیعی و خوشگلن. حتما میدونین صاحب این برند خانم لیلی قالیچی هستن. محبوب ترین محصول از برند گیسو برای من این عطرای مو هست و البته میدونین که صاحب این برند نگین میرصالحی زیباست. محصول مورد علاقه شما از این برندایی که گفتم کدومه؟